قرقیزستان با حذف نام امارت اسلامی از فهرست گروه‌های ممنوع آن کشور در ماه سپتامبر سال 2024 میلادی گام مهمی برای تحکیم بیشتر رابطه‌ها با کابل برداشته و خواهان بهبود رابطه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با افغانستان شده است. به تازگی سفارت افغانستان در قرقیزستان از دیدار عبدالشکور حقانی سرپرست سفارت امارت اسلامی در بشکک با ایبک مالابکویچ رئیس بخش چهارم سیاسی وزارت خارجه قرقیزستان خبر داده است. در خبرنامه این سفارت آمده که در این دیدار بر بهبود رابطه‌ها میان دو کشور تاکید شده و نقش و موضوع قرقیزستان را در تقویت تفاهم سیاسی، همکاری‌های اقتصادی و اتصال منطقه‌ای افغانستان مهم دانسته است. در قسمت تجارت، اقتصاد، سیاست و همچنان زراعت و مولداری با افغانستان همکاری بکنم و در قسمت تربیت کادرهای تخصصی در بخش‌های مختلفی که از آن نامبردم همکاری بکند. همچنان ادامه گسترش و تعمیق روابط سیاسی و اقتصادی و ارائه خدمات بیشتر بشردوستانه مردم افغانستان و جلب کمک‌های اقتصادی و قزاقستان برای مردم افغانستان مفید بوده. می‌تواند مناسبات کابل و بشکک را بیشتر از پیش تحکیم ببخشد. این سفارت همچنان گفته که رئیس بخش چهارم سیاسی وزارت خارجه قرقیزستان حمایت خود را از ثبات، توسعه و رشد اقتصادی افغانستان ابراز کرده است. قرقیزستان با برگزاری گفتگوهای اقتصادی، امضای تفاهم‌نامه‌ها و همکاری تجارتی و بانکی با کابل با عنوان همکار خوب اقتصادی افغانستان شناخته می شود. بشکک همواره تلاش کرده تا رابطه‌های تجاری خود با کابل را ارتقا بخشد و علاقمندی خود به سرمایه‌گذاری در افغانستان را نشان دهد. اگر به افغانستان کمک‌های اقتصادی صورت بگیره و بتونه این کمک‌ها فرصت‌های شغلی و کاری را ایجاد بکنه، بدون شک مردم زندگیش تغییر میکنه و همچنان سبب رشد اقتصادی و کاهش فقر در کشور منجر خواهد شد. این در حالی است که امارت اسلامی همواره با تاکید بر سیاست متوازن و اقتصاد محور خواهان تحکیم و بهبود رابطه‌های سیاسی و اقتصادی با کشورهای جهان شده است.